چرا در رو نمی‌کنی؟ دستشویی بودم. 3 ساعت دارم زنگ میزنم. همین کار لباسشویی اومده. قرار بود امروز بیا. آره دیگه یک شنبه است. چرا به من نگفتی؟ هر چی زنگ زدم در دسترس نبودی. خب این دیگه تمومه. خسته نباشی. قربون شما. درست شو؟ نه این موردش سوخته، باید عوض شه. شما وسایلت کجاست؟ وسایل؟ با وسایل ما داشتی کار میکردی؟ ابزار تو ماشین بود، خانم گفت اینجاست، منم دیگه نیاوردم. چطور؟ خب اومدیم بالا، مگه نمیدونستین که قرار ماشین لباسشویی درست کنه؟ خب پس چرا نیاوردی؟ یادم رفت. الان مشکل چیه؟ هیچی. سوال شد برام. خب با اجازه. الان باید چیکار کنیم؟ یا قطعه رو بگیرید یا خودم میگیرم براتون میارم، هر طور راحتید. الان داری میری بگیری؟ نه اینجا تحریمه، قطعه‌اش گیر نمیاد. ولی از کیانداریان واسهتون سفارش میدم، 1-2 روزه میرسه دستتون. شما همیشه جوراب نمیپوشی؟ جان؟ جوراب نمیپوشی؟ نه پامو اذیت میکنه. سوالاتون خیلی عجیبه. با اجازه. من نفهمیدم یارو اومده تو خونه تو 2 ساعته تو دستشویی چه غلطی میکنی؟ ببخشید نمیدونستم واسه دستشویی رفتم بعد بهت زنگ بزنم و اجازه بگیرم. میگم چرا بهم نگفتی این اومده؟ آخه آورده بودمش تو خونه، ترسیدم تو بفهمی. زر مفت نزن ها. الان شک کردی به من؟ فکری تلافی میکنم؟ من ذاتم با تو فرق چی و به چی ربط میدی؟ 1 سال به جای زن و شوهر عین خواهر و برادر داریم